پالکوونیک ابوبکر سعیدزاده رئیس کمیته اولتوی فوق‌العاده در منطقه کولوب بعد بحث بر سر تقسیم آب و بالا رفتن فشارش فوت است. مقامات رسمی این خبر را هنوز شرح ندادند. بعضی از دوستان و همکارانش روز 11 ایول در صحبت با رادیوی آزادی مرگ ابوبکر سعیدزاده را تصدیق کردند، اما در این باره تفصیلات ندادند. ولی منابع آزادی گفتند که سعیدزاده دهقانی هم میکرد و در زادگاهش نویه دنغره زمین پخته داشت. او روز یکشنبه 2 ایول در آنجا بوده است. پس از نصف روزی در سر زمین پختش برای تقسیم آب با 6 نفر بحث کرده است. فشار خونش بالا رفته در همانجا از پا افتاده است، گفته است یک همصحبت آزادی در منطقه. منابع دیگری رادیوی آزادی گفتند که جنازه ابوبکر سعیدزاده را روز 11 ایول در نویه دنغره به خاک سپردند. هنوز معلوم نیست که آنهایی که با ابوبکر سعیدزاده سر تقسیم آب وارد بحث شدند که ها هستند و آیا در این زمینه پرونده باز شده است یا نه. مقامات تا کنون در این باره چیزی نگفتند. سرهنگ یا پالکوونیک ابوبکر سعیدزاده از نیمه دوم سال 2015 رهبری شعبه اولتوی فوق‌العاده منطقه و مدافع گرجدانی منطقه کولوب را بر عهده داشت.